خب ما میخوایم اسنیکرز مدل رژیمی رو درست کنیم. البته رژیمی که نه، مدل سالمش، چون کره بادوم زمینی و خرما این شکلات خودش کالریشون بالاست. این خرما رو میخوام اصلاشو در بیارم، توش کره بادوم زمینی بزنم، بعد اون شکلات تلخم که من 60% دارم آب کنم بریزم روش.